سلام دوستان، آمدیم با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. خب دوستان، من یه آموزش مربوط به چی میشه؟ مربوط به مینی دوره اندروید هکینگ که تو کانال تلگرامی آکادمی سایه گذاشتم براتون. خب دوستان، الان من اینجا دسترسی گرفتم، دسترسی متر پتر با کال لینوکس توی دستگاه شبیه سازی اندروید که میبینید. اپش فکر کنم این باشه. خب دوستان، ما اینجا میخوام چیزایی که به ما میده اینجا لیست کرده. خب الان نگاه کنید، کانت اکتیوی استور که اپ استارت میکنه، استارت آن اندروید اکتیویتی همون اسم برنامه هست. خب اینجا چک روت چک میکنه که آیا روت هست نیست. اینجا دام کال لاگ یعنی تماس هاش هست. اینجا دام کانتکس، اینو نفهمیدم چیه. خب اینم اسمس هاشو، خیلی چیزای دیگه است مثل گالری و حالا ما میریم اینجا یه تماسی بگیریم. خب دوستان، ما اینجا میریم فون، هنگ نکن بیا. خب ما اینجا چند تا شماره گیری بکنیم. یک، دو، سه، شش. خب اینو تماس برقرار کردیم. خب اینگی کجا رفتی؟ تماس نمیگیره. خب سریع قطعش کنیم. خب دوستانی عزیز، من یه چند تا لیست اینجا آماده کردم. خب الان اینجا فونشو من همینجوری برای تست، برای اینکه برای شما نشون بدم، چند تا تماس گرفتم. میبینید که با این شما را بوده. خب دیگه میاییم توی مخاطبینش، میبینید که با اینا من به اینا پیام دادم. الان چرا اینجوری شد؟ نه اینا مخاطبینشه، ببخشید اشتباه کردم. خیلی چیز داره، من کل تمامش اینجا نمیتونم بگم. خب بریم تو مسیجاش هم بگم، بعد بریم تو کالی اینا رو در بیاریم. خب اینجا به این شما رو پیام دادم، اگه بیاد اینها. خوب به 110 سلام دادم، به 69 گفتم علیو از این چیزا. خب ما یه هلپ بزنیم اینجا. باید هلپ بزنیم که بیاد بالا. خب این چک میکنه لیست لاگ های تماس ها رو، کپی میکنیم اینجا پیست میکنیم. خب اینجا اومد. خب ما تمام اینا رو اول چیز میکنیم، با اینا رو چک میکنیم.
خب میریم دوباره لیست مخاطبینشو میگیریم، فایل تکستی برامون ذخیره میکنه. خب اینم ذخیره کرد. میریم دام اسمیز کپی. خب اینم اومد. خب دوستان من زیاد وارد جزئیات نمیشم. اینجا که میتر پرتر گرفتید هلپ که بزنید کمانداشو میاد. الان اینجا کات باز کردن فایل ها سیدی هم مثل اینا رو خودتون بررسی بکنید. همین if config IP روی 6 نشون میده دیگه. این هم دسترسی شیل و سیستم اینفو هم اطلاعات سیستم میشه. یه کامانداش اینجا ویب چت و ویب کام برای اسنپ و همی چیزشه شاد و استنه میشه. خب اینجا چک رود و لاگ تماسا و مخاطبین اسمیس من ایناشو الان که اینجا گرفتم. خب الان من اینجا برم یه شیل جدید یه پنجره جدید باز کنم، اونا رو براتون نشون میدم که با اونجایی که ساختیم یکیه. خب این ذره بزرگترش بکنیم. یه LS بگیریم. الان نگاه کنید کال لاگ دام. خب این مال SMS شه، اینم مال. خب با دستوری کات اولی رو من وارد بکنم. خب کال لاگ اینجا اینها نامبرشی بوده، نیمشی بوده که فرستادم من اینجا اینو فرستاده بودم. خب میکنم تماس شا برای تماس شه تاریخ زمانش هم گفته. الان یکی دیگه شو من وارد کنم. خب اینم مخاطبین لیست مخاطبین شه علی ای چی. الان میریم اونجا نگاه میکنیم. خب دوباره کات اینم اسم ساشه از کجا شروع شد اینها. خب آدرسشی بوده، دیت وقتش هم توی این موقع، مسیج هم این بوده. اینجا به ای تماس گرفته، اینجا به علی، اینجا به ای 369 سلام گفته. خب اینا هم چیزایی که اینجا بود. الان مسیجاش. خب دوستان همین روند کارش اینه. شما یه بد افزار میسازید تو دوره مینی اندروید هکینگ. تمام موارد گفته شده، فقط برای اینکه الان توی شبکه است که با هم دیگه مچ شدن، برای اینکه بخواین توی گوشی واقعی از راه دوریجوی دسترسی بگیرین باید چیز بکنید، باید یه سرور لینوکسی یا اوبونتو یا لینوکس فرق نمیکنه، یکیشو تهیه